دنبال تجربه‌های جدید بودم. سختگیری‌هایشون واقعا باعث رشد من شد. عاشق این بودم که بشینم دیتاهای فروش و دیتاهای محصول و همه اینا رو بشینم بررسی بکنم. ورکالیکم، یعنی اصلا واقعا معتادم به کار کردن. اشتباه حتی یه ذره‌اش در حد یه اکسل دیگه، شاید یه بالا پایین ریز میتونه مثلا برنامه ریزی 6 ماهه یه سازمان رو ببره رو هم. سلام، به قسمت دیگه ای از تالنتیک خیلی خوش اومدین. خوشحالیم که یه بار دیگه در خدمتتون هستیم با حضور یک مهمان بسیار ویژه درجه یک. من خودم سالیان سال افتخار همکاری باشون رو داشتم و با پوزیشن کامرشیال دایرکتور تو مجموعه خوب چرم مشهد در حال فعالیت هستن و اینکه حالا پوزیشنشون در اصل چه کارهایی توش انجام میشه و مجموعه چه رفتارها و چه تحرکاتی رو توی یک برند دارن رصد میکنن و تحلیلش میکنن و براش استراتژی میچینن رو از زبون خودشون بیشتر میشنویم. اما قبل از اون ما خب واقعیتش عمدتاً با واژه فروش درگیر بودیم و هممون بحث فروش رو میشناسیم، ولی خیلی وقتا مثل یک برنامه تلویزیونی یا یک اپیزودی که شما مشاهده میکنین افراد خیلی زیادی هستن که پشت صحنه اون اتفاق دارن برنامه‌ریزی های مختلفی رو میکنن و تلاش های بیوقفه‌ای دارن تا یک محصول و یک خروجی بیاد و به دست شما در نقطه فروش برسه. موضوع برنامه امروزمون پشت صحنه فروشه و میخوایم ببینیم که چه اتفاقی توی یک برند بزرگ داره رقم میخوره و نقش تیم کامرشیال توی این مسئله چه چیزی هستش. خانم علیزاده خیلی خوش اومدین و خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و تو برنامه ما حضور دارین. یه سلام علیک بکنین و در خدمتتون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. قربان خیلی شما. خوشحالم که امروز اینجا در کنارتون هستم. سلامت باشین. خیلی خوش اومدین. قربون شما. من حالا چون خودم شناخت خیلی تقریبا نسبی از روند فعالیتی شما دارم و میدونم که توی سازمان‌های مختلفی که فعالیت داشتین بسیار نقش بسزایی داشتین و عمدتاً ما از اتفاقاتی که در پشت پرده ها رقم میخوره در شرکت ها بیخبریم و واقعیتش فقط یک محصول یا یک خروجی رو باهاش برخورد میکنیم. یکم راجع به اصلا پوزیشن شغلیتون و واحدی که توش فعالیت میکنید و هدایتش رو به عهده دارین رو صحبت بکنید و بگین اصلا از کجا شروع شد و داستان زمان تحصیل و انتخاب شغل و اتفاقاتی که توی این مسیر رقم خورده. حتما. خب من اگر یه توضیح کلی بخوام راجع به واحد کامرشیال بدم، ساختار سازمان چرم مشهد که حالا بر اساس بنچمارک های جهانی ما این رو نهایتاً چیدیم، از 2 تا وینگ اصلی به اسم آپریشن و کامرشیال تشکیل میشه که آپریشن که خب قسمت عملیات قضیه است و یه جورایی فضای فروشگاهداری و فروشه و کامرشیال میشه بک داستان که تمام اتفاقاتی که حول محصول میفته، از اون ایده پردازی اولیه و خلق محصول که توی واحد طراحی اتفاق میفته تا تأمین محصول، برنامه ریزی فروش، برنامه ریزی تولید و حالا بحث VM و همینطور برنامه ریزی توزیع محصول به فروشگاه ها کلاً توی واحد کامرشیال اتفاق میفته و هر آنچه که استراتژی محصول باشه یه جورایی داره توی واحد کامرشیال اتفاق میفته. کلاً خودش یه سازمان دیگه ماشاءالله داره دیگه، بعد بزنیم به تخت VM و طراحی و تولید و توزیع و همه این بخش‌ها هستن. سخت نیستش کنترلشون؟ حقیقتش سخت که هست، چون هر کدوم از این واحدها یه دنیایی واسه خودش و خوشبختانه با تیمی که حالا همکارای من هستن توی چرم مشهد
ما یه همبستگی خوبی داریم و تونستیم این مسیر رو با هم پیش ببریم. تیم متخصص و درجه یکی هستن. آره واقعا تیمشون که تیم خیلی جذاب و حرفه‌ای و کاربلدیه و تبریک میگم بهتون بابت داشتن همچین ساختار و سیستمی. چون خیلی وقتا ما یکی از آرزوهای اصلی که توی سازمان‌ها باش مواجه میشیم بحث همین تیم سازی است. یعنی انقدر اون مدیر سر خودش رو شلوغ میکنه و تا جزئیاتی که شاید اصلا کارا رو سپرده ولی باز نظارت میکنه که اصلا فرصتی برای چیدمان کردن ساختارها نداره و خود این موضوع از قدرت مدیریت خیلی بالایی نیازمنده که بهره دار باشه اون فردی که حالا توی اون پوزیشن هستش. از ابتدا اصلا تو کودکی میپرسیدم قرار چی کارشین؟ قرار بوده کامرشیال دایرکتور بشی؟ نه من همیشه دوست داشتم مهندس بشم. حالا خیلی باز میگفتم میخوام مهندس بشم و رشته فنی بخونم و اینا. اما حالا مسیر شغلی که برام پیش اومد، خب من صنایع خوندم، مهندسی صنایع خوندم، لیسانسم ارشدم رو مدیریت صنعتی خوندم. این مدلی بوده که خب صنایع یه دنیاییه واسه خودش و آدمایی که صنایع میخونن تقریبا توی هر پوزیشنی میتونن فعالیت کنن. من یه جورایی مسیر شغلیم، خب اولین تجربه شغلیم که من توی گروه بهمن یه مدت کارآموز بودم و حالا فرآیند نویسی و تو واحد طرح و برنامه‌اش بودم. اونجا یاد گرفتم، با ساختار سازمان‌ها یه ذره بیشتر آشنا شدم و یه تجربه خیلی خوبی بود. خب من خیلی هم سنی نداشتم، 21 سالم. بعدش حالا فارغ التحصیل که شدم، اولین تجربه شغلیم یه شرکتی بود که برنامه‌ریزی تولید میکردم و خیلی اتفاقی رفتم اونجا. کار پوشاک میکردن، شرکت تولیدی بود و یه جورایی کار برنامه‌ریزی تولیدش رو اونجا یاد گرفتم بیشتر میتونم بگم، در کنار مدیرعامل مجموعه آقای سهراب رحیمی بود که اصلا شاید الان باشون هیچ ارتباطی نداشته باشم ولی همیشه میگم ایشون منو آوردن توی این صنعت و یه مدت کوتاهی اونجا کار کردم و بعد تجربه بعدیم توی شرکت گراد 4 سال اونجا بودم. کار برنامه‌ریزی فروش انجام دادم، برنامه‌ریزی تامین انجام دادم که نهایتاً هد برنامه‌ریزی تامین و تدارکاتشون بودم که اونجا هم خب خیلی زیاد یاد گرفتم از آقای اصفهانیان و حالا تیم خوبی که اونجا بودن. همزمان ارشدم رو هم اونجا ادامه دادم و مدیریت صنعتی خوندم. خیلی تجربه خوبی بود همزمان با کار تحصیل کردن، چون صرف تحصیل کردن آدم شاید خیلی چیزی دستگیرش نشه و وقتی این توأمان باشه با کار کردن خیلی جاها، مخصوصا در مورد یه رشته مثل مدیریت صنعتی، من تمام کیسام خود گراد بودن، تمام پروژه ها و خیلی کمک کننده بود برام توی اون مسیر یادگیری که بعد از 4 سال دیگه از مجموعه گرادم خداحافظی کردم و دنبال تجربه‌های جدید بودم. آره واقعا دوست داشتم محیط‌های شغلی جدید، آدمای جدیدی که میتونم ازشون یاد بگیرم و پیدا کنم و این شد که حالا با آشنایی که از طریق آقای مهندس فاطمی که مدیر عامل شرکت تیام هستن و ما توی گراد باشون کار میکردیم، از اون طریق من رفتم دورسا که به عنوان کارشناس تحلیل داده توی واحد فروش مشغول به کار شدم و تقریبا 1 سال نشد که شدم هد آرندی دورسا و تجربه کار با آقای فاطمی خب خیلی تجربه جذاب و سختی بود
و من از ایشون هم خیلی زیاد یاد گرفتم. با دنیای فشن خیلی بیشتر آشنا شدم و باعث شد که سختگیری‌هایشون واقعا باعث رشد من شد توی اون تو این مسیر تحصیلی هم داره اتفاق میفته؟ نه، تحصیلم توی همون گراد تو بحث کارشناسی ارشد دیگه تو همون لایه باقی موندش. خب تو اون مرحله باقی موند و من نهایتاً توی دورسا هم 3 سال بودم و دوباره دنبال کسب تجربه‌های جدید از دورسا در اومدم و خیلی من همیشه پشن دیتا داشتم. عاشق این بودم که بشینم دیتاهای فروش و دیتاهای محصول و همه اینا رو بشینم بررسی بکنم. همین باعث شد که من یه دوره 2 ساله دیتا ساینس رفتم دانشگاه تهران. آنلاین بود، اون موقع زمان کرونا بود و آنلاین بود. و خب اون هم خیلی خیلی به من کمک کرد و دید خوبی داد بهم که بتونم یه دید خوبی نسبت به داده ها و این که اصلا چجوری از این داده ها میتونم استفاده بکنم برای پیشبرد بیزنس و حالا اهدافی که وجود داره. و دیگه بعد از اون بازه زمانی آره، این 2 سال از دورسا شروع شد و حالا من از دورسا بیرون اومدم. سال 1400 بود و اومدم چرم مشهد که حتی خیلی به این فکر کردم که صنعتم رو عوض کنم. اون موقع پیشنهاد از اسنپم داشتم اما دیدم واقعا مسیری که اومدم و توی فشن هستم مسیریه که دوست دارم و حیفم اومد که واقعا صنعتم رو عوض کنم و برم کنم یه صنعت دیگه، با اینکه قطعا اونجا هم میتونست جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه، فضای استارتاپی. حالتون اینجا بهتر بود دیگه اینجا؟ آره دقیقاً حس کردم که واقعا اینجا خوشحال ترم. اون موقعی هم که من اومدم چرم مشهد خب به بزرگی الان واقعا نبود و ما خیلی چیزا رو ساختیم. یعنی سال 1400 دقیقاً تقریباً همزمان بود با تغییرات و تحولاتی که تو چرم مشهد اتفاق افتاد و استراتژی کلانی که مدیریت بر اساس اون میخواست سازمان رو پیش ببرن و این شکلی شد که خیلی همراه بودن و با این تغییرات هم همه خوشحال بودن. بله. و خدا رو شکر حالا الانم برمیگردم عقب، اتفاقی که افتاده برای خودم مطلوب بوده. اصلا یکی از چیزایی که میخواستم بپرسم این بود که از این برگشته اگه اتفاق بیفته، اگه شما برگردید به همون زمانی که اون پیشنهاد کار از اون تولیدیه رو داشتین، این مسیر و بدونید که این مسیر الان در پیش روی شما هست، باز همین مسیر رو انتخاب میکنید؟ آره 100% فکر میکنم انتخابش برش میگردی. آره. یه اتفاق جذابی توی حین صحبت‌های شما افتاد برای من داشتم نگاه میکردم به این که خب یک فردی که الان در پوزیشن لایه ارشد و مدیریت ارشد یک سازمان قرار گرفته و بسیار زیاد جهت‌دهی هایی که قراره پشت سر اون اتفاق بیفته تا یک خروجی و نتیجه‌ای رقم بخوره، یه بازه زمانی از یک نقطه‌ای شروع شده فعالیت کاری، همراه با اون آپدیت کردن بحث علمیه، یعنی دانش است و کسب اون دانش اتفاق افتاده و باز تموم نشده. یعنی مدام این آپدیت رفته جلوتر. خیلی وقتا ما احساس میکنیم که تا یه اندازه یاد گرفتیم کافیه دیگه، من دیگه الان دیگه علامه هستم دیگه توی این بخش. ولی حالا مراتب دانشگاهی وقتی به این نتیجه میرسه، بعد از اون وارد حوزه آموزش‌های عالی آزاد میشن، کارگاه‌های مختلف رو میبینن، کورس‌های مختلف رو میگذرونن و این مسیر یه شبه نبوده. درسته؟ واقعا خیلی یک شبه نبوده. من خیلی تا این ما واقعا من زیاد کار کردم. مثلا الان برمیگردم عقب، شاید نسبت به خیلی مقایسه کنیم ورکالیکم، یعنی اصلا واقعا معتادم به کار کردن و تلاشه هیچ وقت به نظر من بی ثمر نمیمونه. اینکه هیچ کاری نکنی
حرکت نکنیم تهش خب نتیجه خوبی هم نمیده. اتفاق قشنگی آره رقم نمیخوره دیگه. واقعا رقم نمیخوره و اون تلاش است که باعث میشه آدم‌ها رشد میکنن، یاد میگیرن. یادگیریه باید خیلی زیاد باشه. همین الان من خیلی چیزا نمیدونم که واقعا باید یاد بگیرم باز، چون دنیاییه که مدام در حال تغییره و اگر یاد نگیریم استاپ میشیم، جا میمونیم. مثلا بی‌تعارفه. یعنی اصلا شما الان نگاه میکنی شاید یک جوون یا نوجوون 20 ساله 18 ساله الان روی یک سری از مباحث انقدر تخصص داره که اصلا چه بحث درآمدیش چه بحث اثر بخشیش از خیلی از افرادی که الان توی صنعت سالیان سال دارن کار میکنن با احترام بیشتره و اثر بخشی خیلی بیشتری رو تو صنعت داره از خودش به جای میذاره. اما تو صحبتاتون یه جا به سختی راه اشاره کردید و اون سختی مسیره و مسافت هایی که وجود داره و اتفاقاتی که شاید چالش های شما بوده. میخوام یه خاطره برامون تعریف کنید از یکی از اون چالش هایی که داشتین، یه کاری که با تلاش کردی، با ذوق پیش کارفرمای بردین، مدیره ببینه تایید بکنه ولی مثلا تو ذوقتون خورده اصلا، یا اصلا پروژه خراب شده. یه همچین اتفاقهایی تو مسیر دارین؟ چیزی برامون تعریف کنید؟ بوده قطعا تو مسیر، مخصوصا حالا اگر بخوام مثلا مثالش رو تو چرم مشهد بزنم، شاید مثلا کمپینی بوده که ما اشتباه فکر می‌کردیم و روش حالا برنامه ریزی کردیم و نهایتاً خروجی ندیدیم، ولی مثلا مورد خاصی الان مد نظرم نیست حقیقتش. اما قطعا بوده تو مسیر، چه توی چرم مشهد چه توی سابقه های قبلی این مسیر قطعا وجود داره و یعنی اصلا هیچ کس نمیتونه بگه من اشتباه نکردم یا برنامه ریزی که کردم عیناً اتفاق افتاده. اصلا آدم باید اشتباه کنن تا یاد بگیرن، باید ریسک بکنن تا یاد بگیرن. چقدر تو اون نقطه هایی که به اون اشتباه رسیدید و گفتی اوکی من 2 ماه دارم روی این اکشن پلنه و این برنامه کار میکنم، تیم آماده کردم، ساختارشو چیدم، ابلاغ کردیم، رفته واسه اجرا و شکست خورده شده، به نقطه‌ای برسید که بگید دیگه نمیتونم، یا خسته شده باشین، یا نه دوباره ریکاوری کردین و ادامه دادین؟ الان که اینجا هم خب قطعا ریکاوری کردم ادامه دادم. اون که آره از اون سوالایی بود که قبلا اون موقع چی بوده؟ آره ولی پیچ اومده، آدم‌ها ناامید میشن. مثلا وقتی بگم ناامید نشدم مثلا دروغ گفتم. تو مسیر حتما تایمایی بوده که حجم اون چالش‌ها و ناملایمات انقدر زیاد بوده که آدم ناامید شده و دوباره قطعا ریکاوری میکنی و بلند میشی، چون اصلا مسیر همینه، مسیر رشد اینه. اگه غیر این باشه باید شک کرد. خیلی نکته جالبی بهش اشاره کردین، چون ما اصلا خیلی وقتا توی این رفتارهای سینوسی که برامون در مسیر حرکتمون به وجود میاد، اگر شما همیشه میگن خیلی تر و تمیز پوزیشنه و اون جایگاه رو بیان تقدیمتون بکنن شاید قدرشو ندونید، ولی با توجه به اون عقبه‌ای که وجود داره و اون گذشته‌ای که باعث شده تا این جایگاه رقم بخوره، خیلی وقتا قدر خیلی چیزها رو دیگه آدم میدونه، خیلی وقتا از اون شکست‌ها درس میگیره، با وجود اینکه اگه اون تجربه ها نباشه خیلی ها جا میزنن و اصلا میذارن کنار. حتی شده بیزینس های بسته شده، یعنی طرف اومده یه لاینی رو کامل لانچ کرده، فروشگاه زده، ولی متاسفانه نتونسته با ناملایمت های بازار دست و پنجه نرم بکنه. و نکته‌ای که بهش اشاره شد در رابطه با بچه‌های مدیریت صنعتی بود. تو کار شما فکر کنم خیلی خروجی ها از دوستانیه که در حوزه مدیریت صنعتی تحصیل کردن، درسته؟ صنایع و مدیریت صنعتی، بله. کلاً چون من بیسم میگم دیتا و برنامه ریزی و تحلیل داده و ایناست و خودم علاقه شخصیم هم این هستش واقعاً، و اینکه میکس این ادغام این با فشن یه چیز خیلی جذاب تری میشه. بچه هایی که صنایع میخونن خیلی توی این فضا
زیاد هستن. یعنی داده کلا یکی از اون ارکان اصلی مهندسی صنایع هست، اما خب باز بودن اون فضا برای من باعث شد که خیلی یه جورایی خودم رو محدود نکنم به یه لاین خاص. مثلا از شاید طراحی من یه چیزایی، حالا قطعا در حد تخصص نیست اما علاقه شخصی بوده، از فشن و دیزاین دوست دارم تا حالا مثلا مباحث تحلیل داده و اینجور مباحثی که این شکلی میتونن به آدم کمک کنن که اون مسیر درسته رو حتی در مورد فضای طراحی، حتی در مورد برنامه‌ریزی فروش، در مورد اتفاقی که قرار پیش بینی کنیم که توی تأمین بیفته، توی موجودی بیفته، مدیریت اون موجودیه، تمام اینا مباحثیه که خیلی هم مستقیم وصل به سودآوری سازمان و کمک میکنه که سازمان یه تصمیم داده محور درست بگیره. فکر میکنم برخلاف خود لحظه اتفاق فروش در فروشگاه‌ها و استورهای یک برند که خیلی انعطاف داره، خیلی فضای پرتعامل و پر از ارتباطات باحال و فضای یه ذره کولیه، خیلی فضای جدی داره بخش شما و باید خیلی دقیق باشی. درست میگم؟ یعنی مثلا یه عدد شاید بتونه. بله، دقیق بودن واقعا مهمه و حالا خاطره‌ای که من میتونم بگم، مثلا من پیش اومده بوده که اون اوایل مسیر شغلی گزارش اشتباه به مدیریت دادم و خب با سنسی که اونا داشتن خدا رو شکر که اتفاق بدی نیفتاده، چون عدد و رقم یه ترندی داره و خیلی نمیتونه از اون فضا خارج باشه. اما آره واقعا اشتباه حتی یه ذره‌اش در حد یه اکسل دیگه، شاید یه بالا پایین ریز میتونه مثلا برنامه ریزی 6 ماهه یه سازمان رو ببره رو هوا. و اینکه واقعا اون سنس عدد و رقم وجود داشته باشه خیلی مهمه که اون اشتباه اتفاق نیفته و دقت قطعا خیلی اینجا کار میکنه. دقیقاً. حالا اگر یه نفری رو الان شما بخواید برای واحد خودتون جذب کنید، مهمترین مهارتایی که اون فرد باید داشته باشه چیه؟ مهمترین مهارتش تعاملش با آدمای دیگه است و اینکه خب بجز اون هارد اسکیلایی که وجود داره که یه جورایی لازمه یه ورود تحصیلات آکادمیک داشته باشه در یه حد قابل قبولی و حالا خوب گوش کنه، خوب توجه کنه و یادگیری خیلی برام مهمه. یعنی واقعا اون آدمه چقدر دوست داره رشد کنه و چقدر شخصیت یادگیرنده‌ای داره، چون به نظرم تو محیط کار همه چیز رو میشه انتقال داد به جز اون سافت اسکیلا که اون هم اکتسابی هست، اما آدما باید بخوان که با اون محیط، با اون فرهنگ سازمانی بتونن اداپته بشن و مسیرشون رو ادامه بدن. مسیر تخصصی کاملا قابل یادگیریه، فقط میگم باید شخصیت یادگیرنده داشته باشه شخصی که قراره توی سازمان. پس اگه خواستین تو بخش کامرشیال شهر مشهد جوین بشین، خیلی بحث تعاملات و اون ارتباطات در کنار اون هارد اسکیل ها به نظر من یکی از نکات اصلی داستان ماست. تو زندگی شخصی این نظمه و دقته چقدر کار میکنه یا نه اونجا متفاوته؟ تا یه حد من کلا مثلا تا وقتی که مثلا حالا مثالی که بخوام بزنم محیط اطرافم تو خونه به هم ریخته باشه ذهنم آروم نیست. من کلا این چهارچوبه و نظمه و اینا خیلی حاکمه. آره مهمه، فقط وقت نمی‌کنم که آره دیگه شما که اینجایی. تفریحات چجوریه؟ یعنی حالا فارغ شیم از دنیای کار، الان بگه خانم علیزاده بخواد تعریف کنه که اوکی من الان کارو گذاشتم کنار، با چی حالتون خوبه و چی بهتون اون آرامش رو میده که شما رو برگردونه با انرژی بیشتر، با حال باحال‌تر به کار؟ من سفر خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، فقط وقت نمی‌کنم زیاد دارم، اما نه واقعا سعی می‌کنم توی سال برنامه‌ریزی بکنم که چند تا سفری که دوست دارم رو حتما برم.
فیلم میبینم، موزیک خیلی زیاد دوست دارم. ورزشکارا رو دوست داری؟ بعد دیگه تئاتر، فیلم، کلاً حوزه‌های هنری و سفر. حوزه‌های هنری و سفر. زیباترین جایی که دیدین کجاست؟ اگه بخوایم بگیم. داخلی بگم یا خارجی؟ خارجی داخلی فرق نمیکنه. داخلی که بخوام بگم خب من خیلی قشم رو زیاد دوست داشتم. جنوب کلا خیلی قشنگه واقعا. هر کی نرفته به نظر بره. حیفه واقعا باید بره. داخلی بگم. داخلی. آره. اسپانسر تور و اینجور چیزا هم نداریم بگم مثلا برید. این سوالای مسیردار نیستش. و به عنوان موضوع آخر دوست دارم از زبون یک فرد با تجربه‌ای که توی این صنعت فعال بوده و در حوزه‌های مختلفی کار کرده برای نسلی که الان قراره اون مسیر شغلی خودشون، آیندهشون رو خلق بکنن. ما خیلی وقتا شده که از درس‌هایی که گرفتیم از بزرگان خودمون، از اون اشخاصی که واقعاً در تصمیم گیری های ما کمک کردن، از اشتباهات بسیار متعددی پرهیز بکنیم. الان یک جوونی ابتدای مسیر کارشه، شما یه چند جمله‌ای، چند کلمه‌ای باهاشون صحبت کنین و هر چیزی که شاید توی این مسیر به دردشون بخوره، ریسک شکست، تلاش، بالا رفتن، تجربه کردن هر جنسی که داره، من دوست دارم که پایان صحبتمون با افراد به این شکل تموم بشه. اون دوربین شماست، منم هستم، هر کدوم راحت ترین. اگه بخوام کلا یه صحبت کلی بکنم با آدمایی که تازه مسیر رو شروع کردن، یکی این که نترسن، ریسک کنن. تجربه کردن باعث میشه که آدم‌ها یاد بگیرن. تا وقتی که تجربه نکنن، ریسک نکنن، حرکت نکنن، هیچی یاد نمیگیرن و قاعدتاً وقتی هم یاد نگیرن به جایی نمیرسن. باز باشن نسبت به این یادگیرنیه. من خودم واقعاً میتونم بگم که شاید یه سری هارد اسکیل داشتم تا قبل از چرم مشهد، ولی توی چرم مشهد واقعاً من یاد گرفتم سافت اسکیلامو تقویت کنم و اون تعامله رو داشته باشم با آدم‌ها و خیلی هم یاد گرفتم از مهندس مصری، از آقای کریمی، که این مسیره واقعاً مسیر تعامله که آدم‌ها میتونن نهایتاً به اون هدف نهاییشون برسن و نترسن. به نظرم قدم بردارن. آره واقعاً، و تلاش کنن، سریع ناامید نشن، چون قطعاً توی شرایط الان جامعه ناملایمات خیلی زیاده و آدما حق دارن یه جاهایی ناامید بشن، اما پاشن دوباره حرکت کنن. شرایط همیشه تو ایران سخت بوده، خیلی شرایط ایدئالی ما نداشتیم، نه ما نه پدر مادرمون، اما این مسیر است که باعث میشه نهایتاً ما نترسیم و قدم برداریم و به اون هدف نهاییمون برسیم. آره، یکی از دوستان چند وقت پیش یه جمله‌ای میگفت یه دری که بسته است معلوم نیست پشتش چیه، نگاه کردن به اون در مسئله رو حل نمی‌کنه. حتی اگر اون در قفل باشه و تو مجبور باشی در دیگه‌ای رو بری به سراغش، یک تغییری در درون تو به وجود اومده و یه حرکت رو به جلویی بوده. خیلی وقتا ماها فقط فکر میکنیم ولی انجام دادن، عمل کردن، اقدام کردن مثل اون برنامه ریزی میمونه که مثلا تو واحد کامرشیال انجام بشه ولی هیچ موقع نره برای اجرا. خب ما خروجیش رو قطعاً توی سازمان نخواهیم دید و اثرات مثبتش یا هر اتفاق دیگه‌ای که داره بر نمیگرده به ما. و تجربه کردن بالای حالا 2 تا 3 تا سازمان، اونم با یک ذهنیت رو به جلو، مدام از این شاخه به اون شاخه نبوده. یعنی شما حتی الان دقیق که گوش میدی میبینی که مسیره در یک جهت حرکت کرده و مدام آپدیت شده. این خود تجربه کردن یه واژه‌ایه که به نظرم میتونه اون حس خیلی خوب تغییر رو به ما نشون بده و ما در تالنتیک دنبال همین اتفاقی.
دنبال اینیم که با لحظه لحظه این خاطرات و اتفاقات و مرورشون یک نکته مثبت، یعنی اگر شما یه نکته امروز از این اپیزود دریافت کردی و در زندگی کاری خودتون استفاده کنید و از تجربهش بهره ببرین، به نظر من اون تغییر شاید الان نتیجه خودش رو نشون نده ولی در آینده میتونه بسیار اثرگذار باشه. خانم علیزاده، میدونم با تمام مشغلهاتون امروز اومدید پیش ما و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که مخاطبها هم از این گفتگو قطعا لذت میبرن و خوشحال میشیم که شما رو در آینده هم باز ببینیمتون با موضوعات یه ذره تخصصی تر حول محور حالا موضوعاتی که برای دوستانمون در این حوزه جذابیت خواهد داشت. من باعث افتخاره. خیلی عزیزی. خوشحالم که سلامت در باشی. کنارتون. مرسی. خیلی ممنون. اینم از تالنتی که امروز برمیگردیم با یه قسمت دیگه منتظر ما باشید. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون.